الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 14 از شناخت خوارج، آموزش آنها و کشف شبهات آنهاست. و ما در حلقه گذشته به شما تمام صفاتهای خوارجی که در احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده بیان شده است و با سند صحیح است بیان نمودیم. 14 صفت اونها را بیان نمودیم. اما حالا باشد ما به بیان عقیده و افکار خوارج قدیم میگذاریم. یعنی ما همه فرقه های خوارج ها را آموختیم، به شما بیان کردیم. گفتیم اولین فرقه خوارج را 3 نام دارند، 3 نام گذاشتند. حروری به خاطر در حرورا بودند، نهروندی به خاطر اینکه جنگ بزرگی را در اونجا با حضرت علی کردند، در نهروند جمع شدند با سرداری عبدالله. و بعد از این محکمه. همین 3 نام به همون فرقه اوله خوارج است. بعد از این ازارقه، بعد از این نجدات، بعد از این اباضی، بعد از این اجاریده الخوارج الخراسانی که در زیر اجاریده 15 فرقه دیگر است، اهم غلات ها خوارج های خراسانی. بعد از این بویسیه. انا همین خیل ما به شما 7-8 فرقه های بزرگترین، رئیسی و اساسی ترین خوارج ها را گفتیم و در زیر هر یک فرقه شاخه های این فرقه ها را گفتیم و عقیده های این فرقه ها را گفتیم که در هر یک دور و زمان این فرقه ها به عقیده بدعتی خود افزاییدند، یعنی بدعتی رو بازیاد کرد. این چخیل گفتیم منهج همه اهل بدعت است، یک سنتی الهی به بالای اهل بدعت است. وقتی که انسان یک راه بدعت را، یک منهج بدعتی را ساخت، از این راه و منهج بدعتی دیگر هر وقت معین باز بدعت های دیگر به وجود می آید. این دیگر ایراج روزی گریز فرار نیست. اگر شما امروز در زمان خود ما دیدنی باشد، نظر بکنید به حزبی ها. به خاطر دفاع امت گویا به خاطر حکومت اسلامی حزب را ساختند. حزب که بدعت بود، در درونش افکارهای بدعی بود، روز به روز افزاید. امروز میبینید بعد از مرور 60 سال 70 سال حزبشان کاملا یک حزب کفری به وجود آمد، کاملا یک حزب دینی جدید، دین قبوری به وجود آمد. انا همچنین خوارجان تطور دارند، یعنی اینها به مرور زمان عقیده های گوناگون در اونها به وجود آمد که ما باید بدانیم چی عقیده، یعنی جنبستی آموزشی فرقه های خوارج های قدیم، جنبست از اونها ما چی عقیده های اونها را آموختیم. یک به یک باید بدانیم برای اینکه امروزه خوارج ها را بتوانیم بشناسیم که امروزه خوارج ها این جوان های خردسالی دندان نبرآورده، این کودک چوجه ها که گمراهند و در امور عامه صحبت میکنند، گمراهند، به موحدین میجنگند، گمراهند، به مسلمان ها خروج میکنند. این خوارج ها به کدام نمود خوارج ها آمیخته هست و اینها یا از همه خوارج ها است؟ باید بدانید و هرگز به فریب خوارج ها نفتید که ما مثل خوارج قدیم نیستیم، ما گناه کبیره که تکفیر نمیکنیم، ما این ما اونم نه. قسمی از خوارج را عقیدهش را نگرفتند و قسمش را گرفتند یا همش را بعضش گرفتند. به این فریب ها نرفتید. برای که ما یک قاعده رو میگیم، البته این قاعده رو در آینده هم چندین بار بیان میکنیم، قاعده مهم است. ببینید اهل سنت و الجماعت یک قاعده دارند. معذرت خواهیم. هر کسی اصولی مذهبی یک فرقه را اقرار کرد و گفت، از همان مذهب است. مثال اصول مذهبی رافضه چی است؟ زیاد است، لیکن یکی از اصول مهمش ایمان است، معصوم بودن ایمان، ایمان آوردن به ایمان که ایمان معصوم است و این آن است. هر کسی خودش را اهل سنت گوید، قبر پرستی را انکار کند، همه این کارها را انکار کند، اما به همون امامیت
ایمان بیارد به اصول مذهب رافضه، این رو ما رافضه میگیم. هر کسی از همه جانب خودش را مسلمان اهل سنت بگوید، اما در یک مسئله که این مسئله اصول مذهب خوارج است، یک اصول مذهب خوارج را گفت و اعتقاد کرد و طرفدار کرد، خوارج است. یعنی به اعتقاد کردنی یا گفتن و اقرار کردنی اصول یک مذهب انسان را به همان مذهب نسبت داده می شود. این منهج اهل سنت است برادران. البته اما اگر یک آدم اهل سنت یک سخن بدعتی را گفت اما اصول مذهبی یگان فرقه را نگفت، ما این آدم را به سبب یک بدعت به دیگر مثلا فرقه نسبت نمیدیم. یک بار جهمی یا که خوارج یا که رافضه یا که صوفی نمیگیم تا زمانی که اصولی همون مذهب را نگوید. بارک الله فیک. الان بعد از این مقدمه میپردازیم به بیان عقیده های خوارج هایی که آموختیم. ما چی آموختیم؟ اولا فرقه اولین رو میآموزیم که فرقه اولین چند عقیده جدید پیدا کرد. یعنی همون فرقه خوارج هایی که اولین بار خروج کردن به حضرت علی رضی الله عنه. اولین بار کدام عقیده ها رو به وجود آوردن؟ یکم عقیده محکمه که نامشون رو گذاشتیم. عقیده ای که اگر دو مسلمان در یک جا جمع شوند و در یک مسئله صلح کنند، انا همین رو کفر اکبر دانستند، هر دو این آدم و حاکمش رو تکفیر کردند. یعنی غلو در مسئله حکم، الغلو فی الحکم در حقیقت درست است. غلو در حکم. ما در این مسئله غلو در آینده می رویم که امروز جهمی های خوبسای مداخله اهل سنت رو میگن که خوارج برای که در مسئله حکم غلو کردید. میگن نه، اهل سنت در جماعت عقیدهشون مثل که در قرآن است همون است. این حکم از توحید است، این حکم از شرک است. الله میگه ولا یشرک فی حکمه احد، در حکم الله کسی را شریک قرار نده. این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه. همانا که همه حکم از آن الله هست و الله تو را امر میکرد که غیر از الله کسی را عبادت نکن. و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما به حکم و هوای هوس دیگران غیر از الله اطاعت کردید، و غیر از قانون الله به دیگر هوا و هوس مردم اطاعت کردید، مشرک میشید. و این اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. اگر به هوا و هوس این مشرکین ای پیامبر این مشرکین اطاعت کردی، بعد از اینکه به تو قرآن نازل شد از جانب الله به تو نه ولایت یعنی دوستی است تو، نه نصرت است یعنی براءت میکنه. همه این در مسئله توحید حکم است. حکم از این توحید است، توحید ربوبیت، الوهیت، توحید اسماء و صفات و توحید متابعت. این توحید حکم است، اصلش از توحید ربوبیت است. باید حکم به حکم الله باشد و برای این مؤمنین مسلمین باید فاعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ولی خوارج ها غلو کردن در همین مسئله، در همین حکم. عقیده اهل سنت همین است که اگر در بعض حالت ها بین مسلمان ها اختلاف شود، یا در مسئله زن و شوهر اختلاف شود، یا در حج برای معین کردن مقدار جنایتی صیدی که آدم محرم میکند، خود قرآن اجازه داده است که انسان ها بین همدیگر مؤمنین و مسلمین صلح کنند و این یا مسئله را حل کنند. چه که الله در قرآن میگه فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا احدا من اهلی فابعثوا آیت ولو به ذهنم ناماده شده است. الله میگه که اگر ترسیدید که بین زن و شوهر جدا میشود، یک نفر از اهل مرد یک نفر از اهل زن را بفرستید، اینها اگر خیر را خواهند در بین زن و شوهر صلح میکنند. یعنی این چیز در قرآن است. اما انا همین چیزی که الله اجازه داده، خوارج ها انا همین چیزی اجازه داده کفر اکبر و شرک اکبر نامیدند و مردم تکفیر کردند. یک. دوم
نقطه دوم، نقطه ای که در سوره مائده آیه 44 الله سبحانه و تعالی میگه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. معلوم است که هر کسی که به حکم الله حکم نکند کافر است، هر کسی که به حکم غیر الله حکم کند کافر است. اما همه امت از سلف اجماع کردند و اینا شرط دادن، گفتند که اما یک حاکم مؤمن و موحد مسلمان یک قضیه را، حکم یک قضیه را به خاطر رشوه یا شهوت اهل خانواده ایناش ترک کند، اما همون ترکش حرام داند، کفر داند، گناه داند و ترک کند، حکم الله را عوض نکند، فقط یک تا حکم ترک کند، کافر نمیشد. خوارج‌ها در این گفتن کافر است. این دوم نکته. نکته سوم، خوارج‌ها، هر آینده خوارج‌ها رو میگیم که خوارج‌ها اومدن گفتن که هر کسی که هر حاکمی که کافر شد محکومم کافر است. خیلی گفتیم اجاریده ها گفت اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، حاکم کافر شود مردم هم کافر است. خود زمانی که تو خروج نکنی تو کافری بود. بالاخره غلو کردن خوارج‌ها، یکمین اعتقادشون در مسئله حکم الله سبحانه و تعالی. احتیاط باش. بله ما حکم الله رو میخوایم، ما میدونیم که حکم از توحید است، اما در همون دایره که خودی الله گفته است، از پیش خود چیزی نداره، چیزی نسازی. به ماننده که الله ربا را حرام کرد، اما بیع و تقسیط که بعضی ها مانند است به ربا گفته حرام میگویند، این پیامبر اجازه دادن حلال گفتن، این گفتن از ربا نیست. یا بیع الغرر را، بیعی که خرید و فروش او مجهول الحال غرر است حرام، اما بیع السلام میکی به غرر مانند است حلال است. خودی شریعت است، هیچ کسی نمیتواند که بگه که چرا. و در مسئله حکم همین است، خودی الله سبحانه و تعالی صاحب حکم بیان کرده که کدومش ممکن نیست. اما خوارج ها در اساس عقل کافر شدن. اجتهاد، تأویل، عقل، یعنی همون اجتهاد و تأویلی که در بالای آیت قرآن کردن خوارج ها از کجا به وجود؟ از عقل. خوارج ها به مانند جهمی ها عقلانی است. امروزه خوارج ها، قدیمه خوارج ها. امروزه جهمی ها، قدیمه جهمی ها. عقلانی هایند که فقط به همون عقل خود تکیه کردند، به نصوص تکیه نکردند، به فهمش تکیه نکردند. این اولین عقیده خوارجی که ما این رو از کی آموختیم؟ عقیده های اولین خوارج هایی که به حضرت علی خروج کردن همین مشکلی را داشت. دومین عقیده که خوارج های بارک الله فیکم اصل داشت، کبائر را، یعنی گناه کبیره را کفر اکبر نامیدند. اولین کسایی که این سخن رو در امت اسلام گفته انمی خوارج ها است، در همون زمان حضرت علی، در مسئله حکم هم و در مسئله گناه کبیره. در زمان پیامبر 23 سال زندگی کرد، یگان مراتب این گپ نبود، نه در مسئله حکم عقیده خوارج ها نبود و نه در مسئله بارک الله فیکم گناه کبیره. بعد از پیامبر 2.5 سال ابوبکر صدیق افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین، بهترین انسان بعد از انبیاء و المرسلین، این گپ نبود. در زمان عمر که 10 سال زندگی کردن نبود، خلافتشون نبود. در زمان عثمان که زیاده از 10 سال خلافت کردن، این گپ نبود. اولین کسانی که پیدا کردن خوارج ها پیدا کردن در حالتی که در بینشون یک نفر از صحابه نبود. پس این ضلالت مبین است یا نیست؟ بله ضلالت مبین است. نه پیامبر، نه ابوبکر، نه عثمان، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان در نزد بهترین شاگردان پیامبر نبود، در زمان پیامبر نبود. پس خوارج ها چیزهایی که پیدا کردن عیناً همون است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که عملی کند عمل رو که از عمل ما نیست رد. من احدث فی دیننا و فی روایت فی امرنا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که چیزی جدیدی رو در دین ما به وجود آورد در حالتی که همون چیز اعتقاد است یا عمل است در ما وجود نداشت، یعنی در پیامبر و صحابه، پس این رد است و مردود است. این اعتقادهای مردود ساخته و بافته شده به وجود آمد. و سومین اعتقاد اولین خوارج ها این بود که سبحان الله خروج کردن یا بگیم پیش از خروج تکفیر حضرت علی و معاویه رضی الله عنه.
و امتحان کردن مردم در تکفیر علی و معاویه رضی الله عنه. سومین این عقیده های خوارجی اول. و بعد از این بارک الله فیکم خروج به امام های عادل را جایز گفتن. حتی خود خوارج ها به امام های خودش را خروج میکردن، زیرا که از نظر اعتقاد خوارج ها خروج کردن به امام های عادل جایز بود. ما گفتیم عقیده های خوارج های قدیم را یک به یک به شما بیان میکنیم. و اولین قسم خوارج ها را که اینها محکمه، حروری یا که نهروندی گفته می شود به شما بیان کردیم. یک قسمش که اینها در مسئله حکم خیلی سه نقطه را بیان کرده بودیم مشکلی دارند، غلو کردند. در مسئله تکفیر غلو کردند، به گناه کبیره تکفیر کردند. در وقتی که اصلا این چیز نه در قرآن، نه در سنت، نه در حیات رسول الله، نه در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و نه در زمان خوارج ها یگان نفر از صحابه این عقیده را نگفته و تأییدم نکرده، بلکه انکار کرده. و این چنین خروج کردن به امام های عادل. وقتی که خوارج ها یک نفری را می دیدن که اگرچه خودشون او را عادل نامند، مسلمان نامند، هم وقتی که دیدن که موافق آنها نیست در یک مسئله کوچک حتی اگر باشد. عادل یعنی کی است؟ مسلمان عادل، کسی که حاکم مسلمانه که گناه کبیره حتی ندارد، صغیره، شرک اکبر، کفر اکبر ندارد. این یک. دومین درجه گناه های کبیره هم ندارد. دو، لیکن خوارج‌ها به انمین ها خروج کردن را دین میدانست، در حالتی که از نظر منهج اهل سنت و الجماعه خروج کردن به امام عادل یعنی حاکمی که به حکم الله و رسول حکم میکنه، از گناه های کبیره دور است، بلکه خطاگی و کمبودی ها دارد. خروج کردن به این نمود حاکم حرام است. نمازخوان حاکمی که حکم میکند به حکم الله رسول خروج کردن، ضدیت کردن، فتنه و فساد کردن، عیب جویی کردن حرام است. سبب همه فتنه زمین است. لیکن خوارج های عقیده خوارج های قدیم است. اولین خوارج ها همین عقیده را داشت و این چنین تکفیر علی و معاویه رضی الله عنه و براءت اعلان کردن و امتحان کردن مردم. خیلی که نافع ابن ازرق حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه را امتحان کرد. گفت که عبدالله ابن زبیر در حق علی و معاویه چی میگوی؟ گفتند علی و معاویه رضی الله عنه بهترین انسان ها صحابه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خوارج ها براءت خود اعلان کرد. یعنی امتحان غیر شرعی، امتحانی که نباید این چنین امتحان باشد و این چنین امتحان اصلا وجود ندارد. فتنه کاریدن در بین مؤمنین موحدین در بالای امام های عادل. و این چیز برادران و خواهران عزیز ناگفته نماند که امروز هم شدنش ممکن است. امروز هم وقتی که یک حکومت اسلامی، یک بگویم حکومتی که مسلمانی باشد در اساس قرآن و سنت حکم بکند، سرشوی خوارج را از همون جا ببینید که در حق یک امیر مسلمان که به حکم الله رسول حکم میکند، گناه کبیره ندارد، عقیدهش درست است، کفر شرک اکبر ندارد، گناه کبیره هم ندارد، ولی بعضی خطاگی های میده چوده دارد. در اساس خطاگی های میده چوده شب و روز به همون بد گفتن و ضد همون گفتن و یک جماعت را برای خروج شروع کردن، انمی سرشوی خوارج است. روزی که همچنین روز شد، با الله پناه برید از این جماعت فتنه خوارج دور باشید. فتنه چونان شدید است که همراه شما را میبرد. خوارج شده میفهمید، خوارج شده میمانید و نمیفهمید. فراموش نکنید، فراموش نکنید. بسیاری خوارج ها نفهمیدن که خوارج شده است. و این چنین عقیده خوارج اول، انا همون خوارج هایی که در زمان حضرت علی بود، این بود که جایز دانستن امامت العظما بغیر قرشی. اینجا یک عقیده رو شما باید دانید.
منهجی که رسول الله گذاشتن چی است؟ این امر خلافت عظما، یعنی اساس آدمی که خلیفه اساسی است، این در غیر قریش گذاشته نمیشود. چه که این روایت رو صحابگان روایت کردند رضی الله عنهم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند، انصاری ها جمع شدند، خزرج به خودشون، اوس به خودشون، یا حتی گفتند که ما انصار یکتا، مهاجر. بعد از این روایت رو صحابه بیان کردند که غیر از قریشی دیگر هیچ کس حق ندارد که خلیفه عظما یا امامت عظما در دست او باشد. یعنی اساس خلیفه بمانند ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اینا همشون قریشی بود، معاویه رضی الله عنه. اما بعد از این آهسته آهسته این چیزها نابود شد و بدعت ها به وجود آمد. اولین کسی که انا همین بدعت رو به وجود آورد خوارج است که میگوید که هر کسی میتواند که خلیفه باشد یا امام بزرگترین، حاکم بزرگترین برای همه باشد غیر از قریشی. و این البته مخالف سنت است. حتی بعضی از خوارج های غلات به مانند النجدات، میدونید نجدات که از ازارقه ها جدا شد، نجدات عقیده دارد که برای مسلمان ها امام لازم نیست، یگان حاکم بودنش حتی لازم نیست. میگه یک فرقه از این نجدات، بلکه اگر مردم در عدل زندگی کنند، هم دیگریشون کمبودیشون انکار کنند، حاکم لازم نیست، میگن امام بزرگ لازم نیست. این بود عقیده هایی که عقیده های فرقه اول، یعنی انا همون اولین فرقه که به حضرت علی خروج کرد. اما کدام نمودی عقیده در این فرقه اول وجود نداشت. تکفیر بالعموم در فرقه اولی که به حضرت علی خروج کردن وجود نداشت. تکفیر بالعموم وجود نداشت. حکم کردن به باطن وجود نداشت. اذا کفر الحاکم و کفر المحکوم وجود نداشت. انکار کردن بعضی از آیات های قرآن وجود نداشت. یعنی اینها کاملا اولین خوارج های بودند که عقیده اشان نسبت باقی مانده از خوارج ها بهتر و افضل ترین، خوبترین گروه خوارج ها. و این خوارج های اولیه که در زمان حضرت علی برآمدن، عقیده که دارند عقیده شون بدعت است. عقیده هایی که این حروری ها داشتند یا همین ها رو محکمه میگیم که غلو در حکم، غلو در تکفیر، به گناه کبیره تکفیر کردن، غلو در تکفیر در حکم، این نقطه ها رو گفتیم. اینها کفر اکبر نیست، اینها بدعت است، اینها ضلالت است. به مانند فرقه مرجعه، مرجعه که یک فرقه هست، مرجعه هم که به خود بدعت ها دارد، از اینکه عمل از ایمان نیست، ایمان زیاد کم نمی شود، ایمان استثناء کرده نمی شود، ایمان این تصدیق است و خلاص و غیره، بدعت است. علما گفتند المرجعه مبتدعه ضلال، مرجعه مبتدی ضلال است، اما نگفتند که کافر است، بدعت است. خوارج های اوله به مانند مرجعه ها مبتدعه ضلال، مبتدع و ضلال بودند، زیرا که عقیده کفری نداشتند. او اگر شما بگویید که در اول خوارج ها حضرت علی را و معاویه را تکفیر کردند، مگر تکفیر صحابه این کافر نمیکند انسان؟ ما میگیم که بله، تکفیر صحابه به خاطر بد دیدن صحابه، به خاطر به همین فتنه داخل شدن باشد، البته آدم کافر میکرد. اما او خوارج ها این دو نفر صحابه را در اساس بدبینی، در اساس یگان مذهبگرایی، در اساس یک شبهه تکفیر کردند. شبهه، خطا کردند، گناه کردند. برای همین خوارج ها را تکفیر نکردند علما، برای اینکه تکفیرشان در اساس شبهه بود، نه در اساس بدبینی. و حتی خوارج های اوله هر کسی که از حضرت علی براءت نمیکرد، یک بار از او براءت نمیکردند، بلکه بعضی صحبت ها گفت شنیدها میشد. بمانند
قسمی از خوارج به حضرت ابن عباس برائت کردن و قسم خوارج ها اول نکرد بعد از این. یعنی اختلاف های خودی خوارج ها. از همین جهت خوارج های اولی که این بدعت ها رو به وجود آوردند حضرت علی رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و دیگر از صحابگان بزرگان صحابه رضی الله عنهم تکفیرشون نکردند، زیرا که بدعت اینا بزرگ بود. بله بدعت خطرناک بود اما بدعت کفر اکبر وجود نداشت. حضرت علی به اینها گفتند که شما می توانید که در زیر حکومت ما زندگی بکنید، به مسجد ما داخل شوید، همراه ما به فتوحات همراه شوید، ما حتی به شما غنیمه که به دست میاد تقسیم میکنیم. شما یک برادر مسلمان ما مبتدعی گمراه شده ها هستید، در مسجد های ما می توانید نماز بخوانید، به شرطی که شما به مسلمان ها هجوم نکنید، مسلمان کشی نکنید. اما همین خوارج ها به عهد و پیمان حضرت علی نایستادند، بلکه این خوارج ها خستند و در نهراوند رفتند و یکی از فرزندان صحابه را کشتند، عبدالله را. زنش که حامله بود شکمش را بریده دراندند و شکم زن حامله را کفاندند، از درون شکمش کودکش را برآورده کودک را هم کشتند. خوارج بی عقل. بعد از این که به حضرت علی خبر آمد که فلان پسری صحابه را کشتند، زنش را کشتند، شکمش را درانیده کودکی در درون شکمش بوده را کشتند، حضرت علی گفتند والله اینها دیگر از حد و حدود گذشتند، خون مسلمان ها را حلال کرد. با اونها گفتند که کی کشت، کشنده را به ما بدهید. نگفتند که شما کافرید، گفتند که کی کشت، کشنده را به ما بدهید، ما قصاص میگیریم، جزاش رو میدیم. خوارج ها گفتند که ما کشتیم، همه کشتیم، ما هممون در کشتار شریک. بعد از این که اونها گفتند که ما همه کشتیم و ما همه خونی این خیل انسان ها را حلال میدانیم، حضرت علی به اونها لشکر کشیدند و در نهروند همه اش را تار و مار کردند بجز اندکی. لیکن فتنه دوباره از همین اندک به وجود آمد. پیش بدعت باید به شدت گرفته شد، از اندک به وجود آمد. بعد از این فرقه دوم به وجود آمد، ازارقه ها. ازارقه ها، از ازارقه بگویم عقیده های باطل به وجود آمد، به مانند چخیلی گفتیم خون مال مسلمان ها را حلال کردن. ازارقه ها به بازار می در آمدند که صدها نفر آدم مسلمان مرد و زن کودک است، ازارقه ها با غلو کردن. ببینید ازارقه ها خون مال مسلمان ها را اینقدر غلو کردن که حلال کردند. اما در زمان حضرت علی بوده ها تا این درجه نبود که به بازار در آمده آدم نکشتن، یک نفر کشتن، دو نفر قطعی فرزندی در سه نفر. حضرت علی مغران تمام جزاشون رو دادن، نابود کردن. اما پیروان نافع ابن ازرق ازارقه ها به بازار می در آمدن در عراق، در درون بازار همین از پیششون برآمده زن و مرد، کودک، پسرچه، دخترچه کشته روان بود. این غلو. آنها میگفتند که خون اینها برای ما حلال است. یعنی تا زمانی که عقیده آنها فهمیده نشود گویا. لیکن نافع ابن ازرق خیلی گفتیم ازارقه ها این عقیده را آشکار نکردن. این عقیده در زمان نجدات آشکار شد. نجداتی ها یک قسم گفتند به همون امامشون که هر منطقه را که ما به زیر دست در آوردیم مردمش به ما ضدیت نمیکند و میگه که بله ما شما را طرف داریم، اما میگه این به زبانشون، این مردم به زبانشون میگویند اینها در دلشون در باطنشون کافرند. برای همین این مردم کافرند، ما باید امتحان گیریم و یا که حکم اینها حلال، قتلشون حلال است. و این عقیده اولین بار در نجدات پیدا شد، امتحان کردن باطنی مردم. یا تا زمانی که عقیدهش رو ظاهر نکند، مردم عادی عقیده رو ظاهر نکند، طرفداری از ما نکند، به خاطر ما نجنگد، کافر است گفتن. اولین بار نجدات پیدا کرد. یعنی اینو به عباره دیگر بگیم، این مسئله مهم است. ما در آینده این مسئله خیلی صحبت میکنیم. یعنی حکم نکردن به ظاهر انسان. من شما میدونیم که قرآن به ظاهر انسان حکم میکنه، سنت رسول الله به ظاهر انسان حکم کردن، وگرنه منافق هرگز مسلمان گفته نمیشد.
منافق برای چی مسلمان گفته شد؟ یعنی منافقینه که نفاقشان را پیامبر ندانستند، صحابگان ندانستند، در بین مسلمان ها مسلمان میگشتند، اما الله میدانست که اینها منافق قلبا کافر است. الله نگفت که ای پیامبر ای صحابه شما در بینتون فلان فلان خیل آدم ها هست قلبش کافر است، شما باید یا بدو کوبید. الله نگفت. الله گفت که هر کسی که فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین، هر کسی توبه کنه یعنی از شرک به توحید بیاید و لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت بگید، مسلمانم بگوید ظاهرا به لفظش، نماز خونه زکات بدهد، این برادر مسلمان شما است. به قلب این کار ندار، به قلبش تو را شاید بد بیند، به قلبش شاید کافر است. الله البته با خبر است. منافقین در نزد الله کافرند، اما در نزد من و شما ما به ظاهر می نگریم. ما بسیار منافقا را شاید مسلمان میگوییم، چه که پیامبر صلی الله علیه و سلم قسمی از منافقا را نمیدانستند، مسلمان میگفتند، زیرا که پیامبر هم مأمور بودند، مسئول بودند از جانب الله که به ظاهر انسان حکم کنند. برای همین الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت ومن الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مرضوا علی النفاق لا تعلمهم. از اعرابی ها منافقا است و در درون مدینه، در گرد اطراف مدینه منافقا هست که ای محمد تو نمیدانی، ما میدانیم، نحن نعلمهم. یعنی الله گفت که ما منافقا را میدانیم، شما نمیدانید. یعنی قسمی از منافقا بود که میشناختند پیامبر و صحابگان، قسمی از منافقا بود که نمیشناختند. مقصد این است که حکم به ظاهر بود در زمان عهد رسول الله، عهد ابوبکر صدیق، عمر الفاروق و عثمان ذی النورین، و در زمان علی هم، در زمان حیات همه صحابگان همیشه حکم به ظاهر بود. اولین کسانی که حکم ظاهر را قبول نمی کنیم گفتند و باید به قلب انسان هم نظر کنیم، یعنی امتحان عقیدوی کنیم، تا زمانی که ظاهر نکرد عقیدهش را فقط به مجرد من همراه شمایم، من مسلمان گفتنم قبول نمیکنیم، این کافر گفتن، باید کشته شود، خون مالش حلال گفتن. اولین بار این عقیده را خوارج نجدات به وجود آورد. من چرا در این موضوع کمی زیادتر گپ میزنم؟ امروز مصیبت امروزه ما در انمین زمان ما انمین نقطه است، انمین خوارج عقیده نجدات است. امروز جوانها را میبینی سن سالش خرد است، هرگز علم ناموخته، منهج ندارد، بیخبر از قرآن و سنت، نمیفهمد، نمیداند، اما میبینی که تکفیر بالعموم میکند. ظاهرا کسانی که مسلمان هستند ظاهرشان را قبول نمیکنند، میگه تا زمانی که عقیده اونها را ما نفهمیم، موافق ما نباشد، کافر است. و بعد از این منطقه های مثلا مسلمان نشین است، مثلا افغانستان بگو یا دیگر از منطقه ها را بگو، پاکستان بگو، هندستان اگر باشد، تاجیکستان، منطقه که مردم نمازخوان است، آنها انا همون نمازخوان ها را کافر گفته به خاطر اینکه ظاهر را نوبت نمیگیرد، به قتل میرسند. چه که نجدات انا همین پیشنهاد را به امیرش کرد، به امیرش گفت که ما این منطقه را گرفتیم، این منطقه عقیدهش مثل عقیده ما نبود، اما حاضر که ما گرفتیم در زیر حکومت ما هست، حاضر این مردم میگن که بله ما طرفدار شماییم. اینها گفتن به ظاهرشان این درست نیست، گفتن اینها باطناً بربیر کافرند، به ما ایمان ندارند. برای همین گفتن خون مال این مردم را باید تو حلال کنی تا زمانی که عقیدهشون را مفهمیم. یعنی امروز هم هستن عده از خوارج که یک منطقه مسلمان نشین را مثلا به زیر حکومتشون اگر درآورند، نمیگویند که شما نمازخوانید، شما مسلمانید. یک اگر قبر پرست باشد، قبر پرست ها رو 3 روز باید محکم کنند، توبه به دعوت کنند، 3 روز، بعد از 3 روز بعد جزای شرعی. اما قبر پرست ها نباشد، کفر شرک نباشد، مردمی جاهلی که از اونها کفر اکبر شرک اکبر دیده نمی شود، هم مردم عامه خودش را مسلمان میگرد، زنها حجاب میبندد، نماز میخواند، مقصد حلال را حلال، حرام را حرام میگرد، مسجد است. این مردم را ما ظاهرا حکم ظاهری مسلمانی میتیم، حکمش حکم مسلمان ظاهر است.
مسلمان حکمی، مسلمان اسمی، مسلمان ظاهری، مسلمانی انا همچین اسمی نام داده میشه. اما مسلمان حقیقی است یا نیست؟ ما در زبان حقیقی صحبت نمیکنیم. برای چی میکنیم؟ برای که مسلمان حقیقی کی است؟ این خودی الله میدونه. مسلمان حقیقی کسی که هم در این دنیا ظاهرا و باطنا مسلمان است و در روز قیامت هم در نزد الله مسلمان است. اینا کی میدونه؟ قلب انسان درونش کی میدونه؟ هیچ کس هم نمیدونه. ما به ظاهر ما مسلمان حکم میگیم، به این معامله حکمی میکنیم. خون مالش حرام است، آبرویش ریزانیدن آبرویش حرام است. فهمیدید؟ حق مسلمان به این جدا کرده میشه. اما امروز این عقیده خوارجی نجیدات خیلی منتشر شده ایستاده است. تکفیر، بگویم قبول نکردن ظاهر انسان ها، نماز رو مثلا مسلمان بودنش رو، نمازخانیش رو، شهادتین گفتگیش رو، حجاب و نمازخانیش رو از زنها قبول نمیکنه. میگن این بربر خواهد نخواهد تا زمانی که ما عقیدهش رو نفهمیم کافر است. زیرا که اینها مثلا ما رو از ترس قبول کردن یا ما اینها رو نمیدانیم، انا همچنین گپو. و بعد از این مردم عامه رو حکمش رو حکمی چی میگذارد؟ کافر، خون مالش حلال میکنه. یا امروزه خوارج هایی که حکومت ندارد، امروز خوارج ها حکومت ندارد، پراکنده است، ولی انمی 4-5 کودک پراکنده تمام روی دنیا مسلمان بوده رو تکفیر میکنند و قاعدهشون همین است که به نماز تو مسلمان نیستی، به شهادتین تو مسلمان نیستی. تا زمانی که عقیدت موافق عقیده ما نباشد، تا زمانی که عقیده تو رو ما انتخاب نکنیم، خوارج ها میگن که تو در نزد خوارج ها مسلمان نیستی، در نزد ما مسلمان نیستی. برای همین امروز میلیون ها مسلمان حکومیه که ظاهری حکمی اسمیه که در روی عالم وجود دارد، در همه جا، خواه در سعودی بگو، در کوکاز بگو، در خراسان بگو، ایران بگو، افغانستان، تاجیکستان که خراسان است، ازبکستان و یا پاکستان و هندوستان، مصر، یعنی در تمام این منطقه‌ای که یک زمان 1000 سال کمتر یا زیادتر حکومت اسلامی بوده و در اینجا مسلمان ها هستند، نمازخوان ها، شهادتن گوی ها که قبر پرستی نمیکنن، شرک کفر اکبر ندارند، خوارج ها همه اینها را کفر میگن. و این چنین همه مسلمان هایی که در کشورهای دارالکفر هستند، خواه امریکا باشد، خواه روسیه باشد، خواه اروپا باشد، همه مسلمان هایی که مسجد دارند، میروند، اهل سنت اعتقاد دارند، نماز میخوانند، شرک کفر اکبر ندارند، رافضه هم نیستند، قبوری هم نیستند، اهل سنتی که نماز میخواند، یکتا پرست است، در نزد امروزه کودکان خوارج کافر است. انمین عقیده از نجدات مانده است. این عقیده جدید نیست. این عقیده رو کسی میگه که این عقیده صحابه است، نامعقول کرده است. یک روایت رو از صحابگان رضی الله عنهم بیار. در زمان صحابه نبود این چیز، اصلا وجود نداشت. در زمان پیامبر وجود نداشت. ما ده ها روایت رو میاریم که به ظاهر مسلمان میگفت، یک منطقه رو به ظاهری از آن دادن و مسجد مردم رو در مسجد دیده مسلمان میگفت. اما البته یک دیهه یا قشلاق یا یک منطقه به کفر مشهور شود و مردم به همون کفر اعتقاد کنند، بله به مانند مسیلمه کذاب، این دیگر مسئله است که اینا کفر میگفتند. اما حالا ما بینم در آینده میریم. اکنون من چی گفتنی هستم؟ اولین باری که ما به ظاهر حکم نمی کنیم باطن اینها کفر است و خون مال مردم را که ظاهرا خودشون مسلمان میگیرن طرفدار ما میگیرن کافر است، حلال است گفتگی نجیدات است. تا زمان نجیدات انا همچنین سخن یگان کلمه در عهد پیامبر صلی الله علیه وسلم، در عهد ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، در خوارج اول به مانند خوارج های حروری، محکمه ازارق، اینها بعد از این ازارقه ها نبودین، این خیلی واضح نبود. اولین این عقیده را گفتن نجدات است، یک فرقه نجدات است. امیر نجدات همین عقیده را قبول نمیکنه، میگه که این عقیده شما باطل است، من راضی نیستم که مردم عادی کشته شود، کافر گفته شد. خوارج ها به او
به امیرشون خروج کرده، امیر خودشون میکشند و این عقیده منتشر میشه و همین عقیده تا به حال یک قنات شیطان است، یک دروازه شیطان است، تا به حال جوانهای این امت را به دام خود، به فتنه خود میکشند. اگر این خوارج ها، این کوکا، این گمراه گشته ها را سبحان الله بپرسیم که ما از اینها سوال بکنیم که ای جوانی که گمراه گشتی، تو از زمان ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم آشکار بگو که نمیخه لفظ بود که ظاهری انسان قبول نیست تا زمانی که امتحانش نکنیم باطن به باطنش کافر میگویم. اولین این سخن واضح، انمی سخن واضح که ما مردم عامه را به ظاهرش قبول نمیکنیم زیرا باطنش کافر است، خون مالش حلال است، گفته نجدات است. ای جوانهایی که امروز به همین فتنه خوارجی غلو رفتید، هزار خودتون کشید، شما خوارج حقیقی، هر کسی که انا همین عقیده را دارد تکفیر بالعموم، ظاهری مردم قبول نمیکنه، باطنی مردم که حکم میکنه. یعنی چه میگه که نماز خواند هم، شهادتن گوید هم، مسجد باشد هم، ما از او کفر شرک نبینیم هم کافر است. برای چی؟ برای که عقیده او را نمیدانه، میگوید انا همین آدم خوارج است، زیرا که اصول خوارج غلات نجدات را گفته. اصول خوارج بعد از نجدات بسیاری خوارج ها همین عقیده را گرفتند و منتشر شد، خصوصا در منطقه خراسان. بعد از اینکه بعد از این نجدات و عبادی ها، اجاریده ها در منطقه خراسان و ایران و بعد بویسیه ها، خیلی هم خبیثترین خوارج در همین منطقه خراسان و در ایران بودن. سیجستان میرفتن، خراسان، اینا که این عقیده را داشت تا به حال وجود داره. همین روز خوارج ها این عقیده خوارج قدیمه رو داره. برای همین احتیاط باشید. کسانی که تکفیر بالعموم میکنند میگن که ما از خوارج ها بیزاریم، ما تکفیر به گناه کبیره نمیکنیم، ما صحابه علی رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه و یا عثمان رضی الله عنه نمیکنیم، اینها رو رضی الله عنه میگوییم. اگر صحابه ها را تکفیر نگویتم، اگر رضی الله عنهم بگویتم، اگر به گناه کبیره تکفیر نکند، این انسان خوارج است، زیرا که دیگر اصول خوارج دارد. فهمیدید؟ زیرا که برای خوارج یک چند اصول است. یکی از اصولشون همین تکفیر بالعموم، یعنی به کدام معنا ظاهر انسان را به انابت نگرفتن، حکم را به باطن کردن نمینست. اصول، یکی از اصول اعتقاد خوارج. چگونه که ما امروزه شوجه های خوارج را میبینیم که همین عقیده غلات نجدات را ادامه دارد و هر کسی که همین عقیده را ندارد، ببینید نجدات این سخن نکرد، خوارج های غلات قدیمه این سخن نکرد، اما خوارج زمانه ما را ببینید که چقدر غلات است. والله غلات ترین غلات است. نجدات گفت که هر کسی که ظاهرا طرفدار ما، هر کسی که ظاهرا خودش مسلمان میگه او کافر است، خون مالش حلال است، زیرا که باطنا اینها کافرند. تا زمانی که ما نفهمیم امتحان نکنیم. بارک الله فیکم. اما اکنون یک چیز عجیب رو ببینید. اما خوارج نجدات، هر کسی که همین سخن رو نگوید تکفیر یک بار نکردند، وجود ندارد این چیز. بله امیر خودشون کشتن، اما دیگر از نجدات نقلی نیست. اما امروز خوارج ها به ظاهر حکم نمیکنند، به باطن حکم میکنند، مثل نجدات، مثل خوارج غلات نجدات قدیمی هستند، اما از نجدات هم غلوتر هستند، از خوارج قدیم هم غلوتر هستند. برای چی؟ میگن که هر کسی که به ظاهر حکم کند جهمی است. هر کسی که امروز در انمین دارالکفر بوده نمازخوانها را خود همینها را مسلمان گوید، این آذری جهمی کافر است. بعد این خوارج ها ما را آذری میگه و جهمی گفته تکفیر میکنه. بعضی برادرها در حیرت میمونند که ابو محمد خودش آذری را میزند. این چه خیلی آذری بوده است؟ گفته بعضی کس گمراه هم شدهشون کس. ما در نزد خوارج آذری هستیم، در نزد جهمی خوارج هستیم، وسط هستیم. جهمی خبیث اصلا قبول ندارد که مشرک است. اصلا تکفیر کردن خوارج را به هر صورت معذرت خواهی میکنم، تکفیر کردن عاذر المشرک را به هر صورت خوارج میدارد.
در نزد جهمی ها تکفیر عاذر المشرک وجود ندارد. این متشددی تکفیری که خوارجی است. در نزد خوارج ها باشد، تو اگر مسلمان های ظاهری را حکمی را مسلمان گویی، یعنی کسانی که نماز میخوانند از اونها کفر اکبر دیده نشد، شرک اکبر دیده نشد، اهل سنتن ظاهرا، اما از باطن اونها بیخبریم، اون را اگر تو مسلمان گویی تو عاذری هستی. یعنی تو مسلمان یا مسلمان حکمی بگویی، ظاهرا مسلمان است بگویی، در نزد خوارج عاذری هستی، جهمی هستی. یعنی امروز نمازخوان ها را مسلمان گویی، در نزد خوارج تو چی هستی؟ جهمی، عاذری. مشرک را مشرک بگویی، در نزد جهمی خوارج. جهمی ها از یک طرف اهل سنت میزنند و خوارج میگن، خوارج ها هم اهل سنت میزنند و جهمی میگن. یعنی من چی رو میخوام به شما فهمونم؟ امروزه جوانهای کودکی که این حدثاء الاسنان، سفهاء الاحلام، این کودکای دندان نبرآورده که بوی شیر از دهانشون می آید، اهل سنت را جهمی گفته، عاذری گفته تکفیر میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اهل سنت عقیده این خوارج ها رو نگفتن، یعنی مردم رو به باطن حکم نکردند و به ظاهر حکم کردند. انا همین غلو است. نجدات تا این درجه غلو نکرده بود. برای همین جوانهای عزیز، اهل توحید، احتیاط باشید. تکفیر از دین الله است، تکفیر عبادت است، تکفیر ضرورترین مسائل دین است. بدون تکفیر کفر به طاغوت براءت به وجود نمی آید گفتن معناش این نیست که تو چپ و راست تکفیر بکنی و از دایره حدود الله گذاشته برایی و مسلمان ها را تکفیر کنی. اگر خودت را در این باب نداری، این بابی سوزاننده است، می سوزاندت، کلاب النار به مبدل شدن ممکن است. به واسطه تکفیر اگر خودت را نداشتی کلاب النار شدن ممکن است. یعنی چی؟ مسلمانی که قرآن مسلمان میگوید، سنت مسلمان میگوید، اجماع امت مسلمان میگد، ابوبکر و عمر و عثمان و علی به اجماع همه صحابه مسلمان گفته، تو آمده این را کافر مینامی و هر کسی که همین را کافر ننامد کافر میگویی و دین الله را تکذیب کرده کافر میشه. عاقبت خوارجی کلاب النار شدن است. یعنی تکفیر هم از دو جانب حدود دارد. از جانب غلو حدود دارد که نباید غلو بکنی و بگذری، و از جانب پایان رفتن تقصیر هم حدود دارد که نباید بگذری. نه به جهمی پایان رفت تقصیر کن، تفرید کن، جفات شو، نه به بالا رو افراد کن و غلو کن. تو علما منهجا در منهج. اگر سوال شد که بعضی برادرانی که علم ندارن چیکار کنن؟ پس اونها به هر مسئله دهان نکشایند که به یک کلمه گفته حیات خودشان این دنیا و آخرت را میسوزند. زبانشان را حفظ کنند، در این مسئله خاموشتر باشند و به علما و طالب علمان اهل سنت پیوندند، به جماعت باشند، به موحدین باشند، تفریقا نکنند. انا این است به کسانی که علم ندارند. بعضی برادرها را داریم که نه آموختن میخواهد، نه فهمیدن میخواهد، اما میخواهد که در این مسئله گپ زند. انمین است گمراهی، انمین است که آدم خوارجی میبرد. این مسئله عادی نیست. در مسئله تکفیر علم نداشته گپ زدی، یا جهمی میشوی یا خوارج میشوی. احتیاط شو. این شوخی نیست. یا علم آموز گپ زن، یا بگو که نه من از این مسئله گپ زدن نمیتوانم، مسائل اصولی را بگو. هر کسی کفر اکبر کافر است، مشرک دیدید کافر بگو، برات اعلان کن. اما در بالای مسلمان های نمازخانه که کفر اکبر شرک اکبر ندیدی، دهانت را بپوش، خون اینها به چنگ نزن که هلاک می‌شوی. این عقیده نو پیدا شده در نجدات بود. عقیده دیگری که پیدا شد بعد از این در بازی ها به عقیده های گوناگون پیدا شد. البته بگویم در باب اسما و صفات این بازی ها جهمی شدن، زیرا که خوارج ها در باب اسما و صفات هم جهمی شده رفته است. بعد از این خوارج های غلات در افریقا به وجود آمد. این بازی های غلات که اینها عقیده پیدا کردن که این بازی ها نجدات سرشویش بود. این بازی ها و بعد از این اجاریده ها عقیده رو پیدا کردن که اذا کفر الحاکم کفر المحکوم. یکی از اصول خوارج های خراسان
اجریده ها بویسی ها این عقیده رو داشتند و خوارج های ایباضیه های افریقایی این عقیده رو داشتند. ایباضیه های جزیره که بود این عقیده رو نداشتن. جزراوی ایباضیه های غلاط اینو داشتند که این عقیده همین بود، خصوصا در اجریده ها در منطقه خراسان و فارس این عقیده رو داشتن که اگر یک حاکم کافر شود محکوم، یعنی همه کسانی که در همون زیر حاکم هستند کافر. یعنی چی؟ اگر به عباره دیگر بگیم هر کسی که در دارالکفر است کافر است، زیرا که دارالکفر حاکمش کافر، مردمی که در اینجا زندگی میکنن اینم کافر گفتنی است. یک نمود تکفیر بالعموم، اینم یک نمود تکفیر بالعموم. یعنی نمودهای تکفیر بالعموم دو سه نمود است. یکم نمودش چیست؟ حکم به ظاهر کرده نمی شود تا عقیدهش رو نفهمیم کافر است. اینم همه کافر است اول میگن تکفیر بالعموم. دوم وقتی که حاکم کافر شد محکوم کافر میشه، یعنی انسان هایی که در زیر همین حکومت است کافر است. این تکفیر بالعموم. مگر در زمانی احمد ابن حنبل حاکم کافر شد یا نشد؟ برای همین جهمی به وجود آمد. جهمی ها به خاطر رد زدن به خوارج ها میگن که نه، در زمان احمد ابن حنبل حاکم کافر نشد، احمد ابن حنبل تکفیر نکردن. گفته میخواد که گریز و فرار دروغگویی کند. حقیقت همین است که حاکم کافر شد، مأمون کافر شد. کسانی که در نزد قبر مأمون میگذاشتند لعنه الله، میگفتن لعنه الله، لا رحمه الله، هذا بدأ هذا و نشر هذا. احمد ابن حنبل تصدیق کرد، خلق قرآن مشهور کرد و به همین امتحان شروع کرد. همین مأمون بود. بارک الله فیکم. یا که البته واثق کافر شده بود، معتصم کافر شد لیکن توبه کرد و مسلمان شد. برای من احمد ابن حنبل اول تکفیر کردن و بعد از این رحمه الله گفتن. بعد از توبهش از دست احمد ابن حنبل توبه کرد به سبب احمد ابن حنبل، لیکن بالاخره حاکم کافر شد. لیکن یگان نفر از علمای سلف همه مردمی که در این منطقه هستند تکفیر نکرد. یا در فتوی المردین وقتی که چنگیز خان همه سرزمین مسلمان ها رو گرفت، اکثرش رو 90 یا 80% رو چنگیز خان رو تکفیر کردن، لشکرش رو تکفیر کردن، نصرت دهنده و کمک کننده و مظاهره و معاونت کننده هر مسلمانی که به این لشکر چنگیز خان کمک یاری کرد او رو تکفیر کردن. اما مردم عامه رو تکفیر نکردن که مسلمان ها. حاکم کافر شود مردم کافر نمی شود. اما این عقیده را ایباضیه های غلاط افریقایی و اجاریده های خراسانی، فارسی، سیستانی به وجود آوردند و این عقیده یکی از عقیده های بدترین خوارج است که امروز وجود دارد. امروز وقتی که انا همین خوارج ها میگن که هر کسی که در دارالکفر است کافر است، انا این عقیده است. یعنی به خاطر چی هر کسی در دارالکفر است کافر است؟ برای که حاکم کافر است، قانون هم کافری است، توی هم گویا که تو در همین هستی اطاعت کردی و غیر و غیر کافر. این عقیده خوارج است. هر کسی که این رو میگه کافر است. هر کسی که این رو میگه کافر است. ما به شما بیان کردیم که علما واجب است گفتن، واجب است که گفتن این فرقه را اجاریده ها را تکفیر کرده شد. تکفیرش واجب است. برای چی؟ برای اینکه اینها به حکم ظاهر مسلمان ها حکم نکرد، تکفیر بالعموم کرد. یعنی به همین کارش کفر میشه. یعنی کسانی که تکفیر بالعموم میکنن، ظاهر انسان قبول نمیکنن، تکذیب آیات های قرآن و سنت رسول الله برافته کفر. مناطشون تکذیب است. ولی در این مسئله درنده میرم. ما درنده هر یک عقیده ها را میگوییم. و بعد از این بویسیه ها در همون منطقه خراسان عقیده را برآوردن که یعنی زن مسلمان را به کافر نصرانی دادن جایز است، مجوسی را نکاح کرده گرفتن جایز است و اجاریده های غلاط سوره یوسف را انکار کردند و گفتند که سوره عشقی هست، جای قرآن جای عشق نیست، انکار کردند و غیر از میده چوده ها بزرگ مشکل ها را به جا آورد. و در آخر آمدن حتی قسم از خوارج ها در باب اسما و صفات جهمی شدند و غیره. این است عقیده هایی که ما آموختیم که خوارج ها دارند. همین عقیده ها رو ما در درس های گذشته گفتیم به شما برادر عزیز. این عقیده های خوارج قدیم بود، از محکمه ها، حروری ها، نهروندی ها، ازارقه ها، نجیدات ها
که نجدات هم به 5-6 قسم تقسیم می شود، این بازی ها که به 6-7 قسم تقسیم می شود، این بازی های افریقایی که با غلاتش است، بعد از این اجریده ها که به 15 تفریقه کرده، با 15 فرقه، بوئسی ها که به 5-6، و انا همچنین اینا فرقه های رئیسی خوارجی هستند. ما ماده چوداش نگفتیم. و این عقیده هایی که حالا ما گفتیم بزرگترین عقیده های مشهور خوارج بود. هرگز یگان نفر از صحابگان تابعین این عقیده را نگفتند. یگان نفر از سلف صالح این عقیده را نگفتند. این عقیده در اساس عقلی پوسیده 4-5 جوانهای انمون خوارج پیدا شده و امروز هم بعضی از جوانهایی که بگیم جوان هستند، یاش هستند، علم ناموختند، هرگز منهج را ناموختند، حتی بعضیشون قرآن را درست خوانده نمیتوانند، هرگز در هیچ جای قرآن نخواندند، قرآن و سنت را به فهم خود میفهمند. اینها آمدند و سبحان الله حتی عرب هم نیستند و نمیفهمند، عجم آمدند و انا همین عقیده های خوارج را باز پیدا کرد. این عقیده ها بود، ما میگیم این عقیده هرگز نابود نشده است. این عقیده خصوصا در منطقه خراسان، یعنی در بین فارس این عقیده بود، لیکن این عقیده را خوارج ها، این عقیده خوارجی را خصوصا در آوان اخیر به وجود زنده کردند. این عقیده بود لیکن مرده بود. این عقیده را علما رد زده. این عقیده اصلا مرده و نابود شده بود، لیکن دوباره این عقیده در بین فارس ها به خصوص زنده کرده شد. کی زنده کرد؟ رافضه های خوبسو. انا همین خمینی و خامنه‌ای لعنهم الله اخزاهم الله، الله در جهنم این خمینی لعین سوزاند و این خامنه‌ایش هم پهلوش برود، الله همراه فرعون اینا خیزاند. این خوبسا برای تفریقه انداختن مسلمین و موحدین، برای نابود کردن مسلمان ها به دست خودشان، برای مشغول شدن این که مسلمان به مسلمان ها مشغول شود و از درون خود اهل سنت جوان های اهل سنت خوارج شده اهل سنت کشند. رافضه ها به اونها یاری کند و یاردم هم کند جاش بیاد. انمین عقیده خوارجی را، انمین برنامه ریزی رافضه ها است. آیا شما باور میکنید که تکفیر ابو حنیفه را، تکفیر ابو حنیفه و هر کسی که ابو حنیفه را کافر نگوید کافر است را، من اولین بار سال 2005 در ایران دیدم که یک تاجیک کافر مشرک لعین لعنه الله فروخته شده از فارسی به خط کریلی تاجیکی ترجمه کرده شده است به مبلغ. اولین بار کتابی را در ایران دیدم سال 2005 که کافر بودن محمد ابن عبدالوهاب را یعنی گویا تصدیق میکند و اینجا اثبات میکند. رافضه کتاب را نوشته به فارسی به خط کریلی روسی تاجیک فروخته شده میگرداند. والله قسما بالله اولین بار تکفیر ابو حنیفه و هر کسی که ابو حنیفه را کافر نگوید، تکفیر محمد ابن عبدالوهاب و هر کسی که محمد ابن عبدالوهاب را کافر نگوید، تکفیر ابن تیمیه و هر کسی که ابن تیمیه را کافر نگوید رو، این فتنه رو در ایران دیدم که می نویستند به زبان خودی مردم های گوناگون منتشر میکردند و اینها از انا همون وقت میخواستند که جوانهای اهل سنت به انا همین فتنه داخل شوند. فتنه تکفیر کردن ابو حنیفه و هر کسی که ابو حنیفه را تکفیر نکند کافر گفتند. تکفیر کردن ابن تیمیه و هر کسی که ابن تیمیه را تکفیر نکرد کافر گفتند. تکفیر محمد ابن عبدالوهاب و هر کسی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تکفیر نکرد کافر گفتند. رسالچه های کوچک کوچک 10 صفحه 20 صفحه و امروز در درون تاجیکستان هم این رساله ها یا هست یا نیست، اما روزی که رافضه ها دست پیدا کردن منتشر میشه. این کتاب ها را رافضه ها نوشتند، از خودی بعضی از سخن های خودی سلف ساختند و بافتند. شما فکر نکنید که رافضه خوب است. رافضه حکومت دارد، رافضه میلیاردها مبلغ دارد، رافضه دشمنی اساسیش اهل سنت است. شما فکر نکنید که خوب است و فکر نکنید که صاروخش برای یهود است، برای تو است اهل سنت. صدها کتاب می نویسد، نام یگان علما رو میگذارد و منتشر میکند. نشود که جوانی به علم به منهج، نه از علم نه از عقیده نه از علمات خبر داری، نه از سیاست شرعی خبر داری، نه از دشمن شناسی را، دشمنت را نمیشناسی،
نشود که به دام رافضه غلطی خوارج شوی و باز رافضه به تو پیشنهاد کند که ما تو را امن میدهیم، امان میدهیم، بیا در سرزمین ما زندگی کن، بزن کی را؟ اهل سنت. انا این است که یک مصیبت است و ما امروز جوانها را به توحید دعوت میکنیم، شب و روز به توحید دعوت میکنیم، اما بعد از این میبینیم که بعضی ها بعد از اینکه کمی توحید را فهمید خودش را اداره کردن نتوانست، به سبب کبر است، غرور است، فریب شیطان است، رفت به خوارجی میرود. و این درس های خوارج شناسی را انا همچنین به خاطر همین میکنیم که خوب با دقت باشید، احتیاط باشید. تو به توحید آمدنت از جهمی خلاص شدی، به توحید آمدی، معناش این نیست که تو دیگر تمام هرگز گمراه نمیشوی. باز فتنه دیگر بسرت است، امتحان دیگر بسرت است. از این طرف خوارج است. فرق اهل سنت و خوارج در بسیار نقطه ها نازک است، تنک است. فرق اهل سنت به جهمی ها واضح است، اما فرق اهل سنت از خوارج اینقدر واضح نیست، هر کس فهمیده نمیتواند. برای همین بسیار جوان ها از سبب عجله، کبر، غرور، ممنی، جوانی، زینت شیطان، فریب شیطان میرود به صف خوارج. به خاطر خوارج مرده میرود، پروا ندارد. برای همین نصیحت ما به شما همین است که آموزید، فهمید و پیش از این که شما غلو کردنید یک بار به طالب علم و علمای اهل سنت نظر بکنید، یک نصیحت مشورت رو ببینید. والله هلاک میشوید. غلو کردن هلاک شدن است. از هر دو جانب ما باید احتیاط باشیم. پس رفتی جهمی شدی، هلاک شدی، کافر میشوی، جهنمی میشود. این غلو کردی، بالا رفتی، از دایره برآمدی، عاقبت کار با سگ جهنم شده است. ان الله لا يحب المعتدین. الله از حدود گذشته ها را دوست ندارد. خواه سختگیری کردی و غلو کردی، از حدود الله گذشتی، خواه بی‌پروایی کردی و جهمی شدی، از حدود گذشتی. وظیفه ما همین است که نقطه به نقطه در دایره شریعت باشیم. برای همین است که ما وظیفه داریم که در نزد علما باشیم، در نزد حاکم مسلمان باشیم و نگذاریم که جهلا، کسانی که علم ندارند، در این مسئله ها صحبت کنند و خود جاهلان فهمند که به سبب زبان انسان جهنم رفتنش ممکن است. و نصیحت من به جوانهای تاجیک است که امروز صدها هزارها جوان تاجیک هر روز از توحید با خبر شده ایستادند، به توحید چنگ زدند. برادر عزیزم، برادری تو به تو میگوید، خون جگر شبان میگوید، بعد از 10 سال و 20 سال تعلیم گرفتنش میگوید، بعد از فهمیدن و آموختن قرآن و سنت منهج سلف صالح میگوید به اهل غلو همراه نشو که اینها همون کسانی بودند که حضرت علی را کشتند و باز فخر کردند. تو هم مسلمان را میکشی و فخر میکنی. فخر کنان در گمراهی مرده میره، در گمراهی فخر کرده مرده میره. از این عقیده های تکفیر بالعموم، تکفیر به خاطر دار، که یعنی هر کسی که در دارالکفر است، نمازخوان باشد هم مسلمان باشد هم کافر است گفتن، حکم نکردن به ظاهر، تکفیر بالتسلسل، اینها عقیده خوارجی قدیم است، نه فقط جدید، قدیم. و این بود که ما با همین حلقه امروزه را که اعتقاد خوارج است به پایان میرسانیم. پس یک حلقه دیگر فردا، حلقه آخرین، از شناخت خوارج قدیم میگذاریم، یعنی سلف صالح به خوارج ها چگونه معامله کرد. ما باید این آموزیم، زیرا که از همین از سلف صالح میآموزیم که امروز ما به خوارج چگونه معامله کنیم، با خوارج روبرو شویم چگونه معامله کنیم. اینو ما میآموزیم و بعد از حلقه آینده ما به آموزش خوارج جدید میگذاریم. خوارج جدید چگونه به وجود آمدند، کیها هستند، چه خیل هستند، امروز چه عقیده ها دارند و بعد از این عقیده های اونها به جواب داده باذن الله رفتن میگیریم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.